اطرافیان تو تربیت فرزند من دخالت میکنن، دیگه کلافم کردن، چیکار کنم؟ بیا اینجا بهت بگم. نکته اول، خیلی وقتا من و تو خودمون بهشون مجوز میدیم که این کارو بکنن. میدونی چجوری؟ اینجوری که بهشون میگیم نمیدونم این بچه چرا انقدر لجباز شده، نمیدونم این چرا انقدر وسواسی شده، نمیدونم چرا انقدر بد اخلاق شده. آقا این چه شده؟ وارد صحبت میشیم با اطرافیانمون در مورد ایرادات و نقاط ضعف کودکمون و وقتی این کارو میکنیم داریم بهشون اجازه میدیم در مورد نقاط ضعف کودکمون هی نظر بدن، هی صحبت کنن و پیشنهاداتی رو ارائه بکنن. این نکته اول. تا میتونی از این صحبت ها نکن، تا میتونی نقاط ضعف کودکت رو توی جمع و بین اطرافیان عنوان نکن لطفاً. نکته دوم، حرفه‌ای باش، موضوع رو عوض کن. زمانی که میبینی صحبت داره آروم آروم به سمت کودک تو، شرایط کودک تو، نقاط ضعف کودکت میره، خیلی ریز و حرفه‌ای موضوع رو عوض کن و یک موضوع دیگه بنداز وسط که میتونی برای جفتتون موضوع جالب و خوشایندی. راستی نگفتی این فلان چیز چی شد؟ راستی اون روز رفتی خرید کردی، موفق شدی بخری اون چیزی که می‌خواستی یا نه؟ چیکار کردی؟ و موضوع رو آروم و نرم عوض کن. وقتی من و تو مهارت داشته باشیم، ما جهت دهنده صحبت باشیم، خیلی وقتا می‌بینی اطرافیان غیر مستقیم دارن متوجه میشن که آهان این مرز این آدمه و لازم نیست من در مورد این موضوع صحبت بکنم. بدون جنگ و دعوا طرف متوجه اون مرزش میشه. نکته سوم، حتما خیلی قاطع و واضح در مورد مرزهای تربیتیت صحبت کن. اگر صحبت شد، حرف شد، خیلی راحت بگو آره ولی من و پدرش تصمیم گرفتیم که مثلا علی ساعت 10 تو رخت خواب باشه. من و بابا با مشاور مشورت کردیم، قرار بر این شد با توجه به شرایط علی مثلا اینطوری غذا شما بهش بدیم، این کارو بکنیم. یعنی دارم اشاره میکنم من و بابا حواسمون هست، ما برنامه داریم، خودمون میدونیم داریم چیکار میکنیم و نیازی به ورود شما نیست. پس خیلی راحت و واضح توضیح بده که کمک گرفتی، مشاور گرفتی و با توجه به داده‌هایی که دست آوردی با هم تصمیم گرفتید که این کار رو انجام بدین. یادت باشه خیلی خوبه که هر کدومتون خانواده خودتون رو توجیه بکنید در مورد روش‌های تربیتیتون. من خانواده خودم، بابا خانواده خودش، کمک بکنی از طریق صحبت کردن خیلی مؤدبانه و محترمانه که اون طرف مقابل، مادر بزرگ، پدر بزرگ، خاله یا هر کسی که هست، توجیه بشه که قراره به چه سبکی پیش برید شما توی برخورد با فلان رفتار کودکتون. اما اگر میبینی دخالت‌ها زیادتر از این حرف هاست که بشه با این روش‌ها آرومش کرد، میتونی روی میزان رابطتون فکر بکنی و تصمیم بگیری با توجه به اینکه داره به اعصابت فشار میاره، اذیتت میکنه این مدل دخالت‌ها و روی کودکت تاثیر میذاره، میتونی روابط رو تنظیم کنی و تعداد دفعات دیدن اون آدم‌ها رو کمتر بکنی تا آسیب به خودت و کودکت کمتر بشه. و همیشه یادت باشه 70% تربیت کودک تو با خودته، مامان و باباه. پس نگران این نباش که حالا یه دفعه مامان بزرگ این شکلاتو بهش داد، یه دفعه بابا بزرگ از ساعت خوابش دیرتر باش بازی کرد. اگه کمه تأثیر آنچنانی نخواهد داشت، نگران نباش. ولی اگه زیاده بهت گفتم چیکار کنی، همین الان برو لینک این پایین برات یه لینک گذاشتم، برو بزن رو لینک ویدیو اینستاگرام رو نگاه کن در مورد همین موضوع که اونجا یه عالم راه خوب یادت دادم. و همین الان ویدیو رو لایک کن، سابسکرایب کن، زنگوله رو فعال کن و برام بنویس تو وقتی دخالت میکنن معمولا چیکار میکنی.